ساده. باید بگم دل نوتلا یا داست نوتلا؟ بیا یه بار برای همیشه مشکلتو با آرتیکل حل کنم. ببین یه سری نکات طلایی امروز میخوام بهت بگم که آرتیکل یه اسم ناشناخته رو مثلا تو امتحان بتونی حدس بزنی و 90% هم درست باشه. وقتی داری صحبت میکنی، بداهه داری حرف میزنی، یه کلمه رو که داری استفاده میکنی، آرتیکلش رو شک داری، بیا بهت بگم چجوری بفهمی. بریم سراغ اسمای مذکر یا ماسکولین، ببینیم کدوم اسما میتونن ماسکولین باشن. Wochentag، روزهای هفته. Der Dienstag، der Mittwoch، der Montag، der Samstag. روزهای هفته همیشه مذکرن. Monate، ماه‌ها، مثلا در یولی، در آگوست، در دسامبر، ماه‌ها همیشه مذکرن. خب فصل‌ها همیشه مذکرن. در Frühling، در Sommer، der Herbst، der Winter. فصل‌ها همیشه مذکرن. Tageszeiten، اوقات روز. Der Morgen، der Vormittag، der Mittag، der Nachmittag، der Abend. فقط die Nacht هستش که اینجا استثناءه. اوقات روز همیشه مذکرن. اسمایی که به مردا اشاره داره مثل در برودر، در فاتر، در اونکل، اینا همیشه مذکرن. یه سری عناصر طبیعی مثل شرایط جوی، در ویند، در شتورم، در ریگن، در شنی، اینا همیشه مذکرن. اسم همه ماشین ها و قطارها مذکره مثل در مرسدس، در BMW و در ECR. جهت های جغرافیایی همیشه مذکرن. Himmelsrichtungen، در نوردن، در وستن، در زودن، در آستن. شمال، جنوب، جهت های جغرافیایی همیشه مذکرن. حالا یه سری پسفندها یا اندونگ ها رو میخوام بهت یاد بدم که اگه با یه اسمی همراه شد احتمال بالا اون اسم مذکره. پسفند er مثل der Drucker، der Druck یا der Fehler، der Fehler. پسفند en مثل der Regen، پسفند en مثل der Hafen. پسفند ich oder ich مثل der König یا در هونش. پسفند اسموس یه پسفند عجیب غریب که ایدئولوژی یا جهانبینی ها رو نشون میده مثل در کاپیتالیسموس، در کمونیسموس. پسفند اور مثل در موتور، در دکتر. حالا بریم سراغ اسامی مؤنث، اونایی که آرتیکل دی دارن. اسامی که به خانم ها اشاره میکنه مثل دی موتر، دی شوستر، دی تانته، اینا همیشه مؤنثن. اسامی گل ها معمولا مؤنثه مثل دی روز، دی تولپ، اینا همیشه مؤنثن. اعداد رو اگر بخوایم به شکل اسم بیاریم دی 1، دی 2، دی 3، اینا مؤنث هستن. حالا بریم پسفندهای رایج اسامی مؤنث رو یاد بگیریم. اولیش پسفند ای هستش مثل دی بلومه، دی زانه. بعدی پسفند هایت هستش. هایت مثل دی کانکهایت، دی گزوندهایت. پسفند کایت مثل die Süßigkeit, die Möglichkeit. Passwand Ung مثل die Ordnung, die Ausbildung. Passwand Schaft مثل die Wissenschaft, die Gesellschaft. Passwand Ion مثل die Diskussion, die Nation. Passwand Tät مثل die Universität, die Nationalität. حالا بریم سراغ اسامی خنثی که آرتیکلشون دسه. بیشتر اسمهایی که از مصدر یه فعل ساخته شدن آرتیکلشون دسه مثل das Rauchen، das Essen. بیشتر زبانها آرتیکلشون دسه مثل das Deutsch، das Spanisch، das English. کلماتی که پیشوند گ دارن یعنی با گ آغاز میشن مثل das Gebäude، das Gespräch. حالا بریم سراغ پسوندها. کلماتی که اندونگ یا پسوند شن دارن مثل das Mädchen. das Mädchen به معنی دختره ولی خب چون پسوند شن داره همیشه میگیم das Mädchen. این اشتباه همه میکنن، همه میگن die Mädchen. das Mädchen، das Mädchen oder das Brötchen. اسامی که اندونگ یا خاتمه منت دارن مثل das Parlament. فقط اینجا یه استثناء وجود داره، der Moment هستش. اسامی که اندونگ یا پسوند دارن مثل das Zentrum، das Zentrum oder das Album. اسامی که به نیس ختم میشن مثل das Ergebnis، das Verhältnis. و در آخر اسامی که پسوند یا اندونگ او دارن مثل das Kino، das Auto. حالا این نکته طلایی بهت بگم، معمولا اسامی که از یک زبان دیگه وارد آلمانی شدن معمولا das هستن مثل das Internet، das Smartphone. ولی نوتلا، وقتی نوتلا رو پرسیدی خواستم بهت بگم آرتیکلش رو ولی شک کردم.
داس نوتلا، دیر نوتلا. تو آلمان مخصوصا شمال آلمان که زبان استاندارد هوخدویچ رو داره میگن داس نوتلا، ولی تو اتریش و سوئیس بهش دیر نوتلا هم میگن. این اسامی جدید وقتی وارد منطقه زبانی میشن اینا معمولا آرتیکلش رو خودشون میذارن، ولی بیشتر اسامی خارجی داس هستن. خب تو میتونی هم بگی داس نوتلا یا دیر نوتلا، فرقی نمیکنه، ولی تو آلمان مخصوصا شمال آلمان میگن داس نوتلا. این قوانین رو اگه درست یاد بگیری میتونی معمولا آرتیکل کلمه رو حدس بزنی. ممنونم که ویدیو ما رو دیدید. ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون که دارن آلمانی یاد میگیرن معرفی کنید. دانکشن.